کیترین نایت، زنی که به بدترین و وحشتناکترین شکل ممکن نام قاتل رو برای خود ثبت کرد. این داستان روایت زندگی و جنایتی است که حتی تصورش هم نمی‌کنی. کیترین از همون کودکی زیر سایه خشونت و ظلم بزرگ شد. در خانواده‌ای که پدرش الکلی بود و مادرش بارها مورد تجاوز قرار گرفت. خود او بارها قربانی آزارهای جنسی توسط اعضای خانواده شد. این آزارها نه تنها جسم او را شکنجه می‌کردند، بلکه روح و روانش را مورد انزجار قرار دادند. او هرگز نتوانست مثل دیگران زندگی آرام و شادی داشته باشد. مدرسه برایش جهنم بود، هم به خاطر مشکلات یادگیری و هم به خاطر رفتارهای خشن و پرخاشگرانش. دنیای او دنیایی از درد، خشم و نفرت بود که به تدریج در او شکل یک هیولا را به خود گرفت. ازدواج با دیوید کلت اولین قدم به سوی سقوط او بود. دیوید، مردی آسیب دیده که از اتفاقات تلخ شغلی خود به هم ریخته بود، به سرعت با کیترین درگیر خشونت شد. زن جوان با خشونتی وحشیانه لباسها و وسایل دیوید را می‌سوزاند و حتی با وسایل آشپزخانه به او حمله می‌کرد. خشونت آنها مرزهای ترس را جابجا کرده بود. پس از جدایی از کلت، کیترین رابطه‌های متعددی داشت، اما همه پر از دعوا و کتککاری بود. وقتی با دیوید ساندرز بود، یک بار گلوی سگ کوچک 2 ماهش را جلوی چشم معشوقش برید، به عنوان تهدیدی تلخ برای خیانت. خشونت کیترین در تمام زندگیش جاری بود. و اما رابطه با جان پرایس. جان پرایس، مردی خوشقلب و محبوب که 3 فرزند داشت، در سال 1995 وارد زندگی کیترین شد. در ابتدا به نظر می رسید که زندگی کیترین بهتر شود، اما این تصور خیلی زود به کابوسی سیاه تبدیل شد. جان از ازدواج با کیترین سر باز زد و این موضوع جرقه‌ای برای جنگی بیرحمانه تبدیل شد. کیترین، زنی آشفته و انواع تهدیدها و رفتارهای غیرقابل پیشبینی‌اش، زندگی جان و اطرافیانش را جهنم کرد. دعواها مکرر بودند و جان حتی مجبور شد حکم محدودیت برای او بگیرد. اما فاجعه در شب 29 فوریه 2000 رقم خورد. در حالی که جان پرایس در خواب عمیق بود، کیترین با چاقوی قصابی که همیشه به همراه داشت، حمله وحشیانه و بیرحمانه را آغاز کرد. او بارها و بارها چاقو را در سینه، پشت و بدن جان فرو کرد. جان که به هوش آمد و دردی بی‌نهایت را تحمل می‌کرد، سعی کرد چراغ را روشن کند و از خانه فرار کند. اما وحشتناکتر از همه، وقتی توانست درب خانه را باز کند و به بیرون برود، راه رفتن برایش سخت بود و شاید به زور یا به دلیل درد دوباره به داخل کشیده شد. در نهایت در راهروی خانه روی زمین خونین افتاد و جان داد. کیترین به جای توقف به جنون خود ادامه داد. بعد از قتل، او به جسد جان نزدیک شد و پوست بدن او را کند. پوست بدن مردی که روزی شریک زندگیش بود، با چاقوی وحشیانه جدا شد و به یک قلاب آویزان شد. درست مثل یک لاشه در کشتارگاه. اما جنایت به اینجا ختم نشد. کیترین قسمتی از گوشت بدن جان را برید و در دیگی همراه با سبزیجات پخت. او 2 وعده شام برای فرزندان جان آماده کرد. هر بشقاب همراه با یادداشتی بود که نام یکی از فرزندان روی آن نوشته شده بود. یک وعده دیگر گوشت را روی چمنهای پشتی خانه پرت کرد. برخی گمان می‌کنند که کیترین سعی کرده آن را بخورد، اما نتوانسته است. سر جان در یک قابلمه همراه با سبزیجات پیدا شد و هنوز گرم بود. این نشان می‌داد که پخت و پز
در ساعات اولیه صبح انجام شده است. او سپس جسد را طوری روی زمین چید که انگار قصد تمسخر و تحقیر جان را داشت. دست چپش روی بطری نوشابه‌ای بود و پاهایش را روی هم گذاشته بود. کنار عکس جان یادداشتی با خون نوشته بود که پر از اتهامات و ناسزاهای وحشتناک بود. اتهاماتی که بعداً اثبات شد بی‌اساس بودند. کترین در دادگاه ابتدا سعی کرد به فراموشی و گسست ذهنی متوسل شود. اما روانپزشکان تشخیص دادند که او دچار اختلال شخصیت مرزی است و کاملا مسئول اعمال خود است. او هرگز مسئولیت واقعی قتل را نپذیرفت و حتی پس از اعتراف از پذیرش کامل جنایت خود تفره رفت. قاضی دادگاه با توجه به خشونت بی‌نظیر این قتل حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط را صادر کرد. این حکم بی سابقه به عنوان اولین بار در تاریخ استرالیا برای یک زن اعلام شد. داستان کترین نایت قصه ای است از جهنمی که خشونت، آزار و رنج‌های روحی میتواند در دل یک انسان بسازد. اما این قصه بیشتر از یک جنایت بیرحمانه هشداری است برای جامعه ما. هرچند خشونت هیچگاه قابل توجیه نیست، اما باید به ریشه های آن نگاه کنیم. آزار و سوء استفاده دوران کودکی، فقدان حمایت‌های روانی و اجتماعی و جامعه‌ای که گاهی به داد افراد آسیب دیده نمی‌رسد. اگر به موقع دست به کار شویم، می‌توانیم از تبدیل شدن زخم‌های روحی به خشونت و جنایت جلوگیری کنیم. داستان کترین یادآور این است که حمایت از آسیب دیدگان و تلاش برای بازسازی روح‌های زخمی مسئولیت همه ماست. به این پرونده در یوتیوب فارسی کمتر پرداخته شده. لایک کردن و اشتراک گذاری شما باعث میشه بیشتر به دست علاقه‌مندان این سبک محتوا برسه. چنل رو ساب داشته باشید و نظراتتون و پرونده‌ای که دوست دارید در موردش براتون ریکورد کنم رو در کامنت ها برام بنویسید. ممنون که تا آخر دنبال کردید.